انشالله خدا عزتون بده برادران راه حق و حقیقت. خواستم برادران شیعه عزیز عرض کنم خدا در سوره مبارکه آل عمران آیه 128 میفرماید لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. هیچ چیز از کار بندگان در دست تو نیست، خطاب به پیامبر، یا خداوند توبه آنها را میپذیرد و آنها را میبخشاید یا عذابشان میکند، زیرا آنان ستمکارند. ای مؤمنان، ای شیعیان، وقتی که خداوند در خطاب به پیامبر این چنین صحبت میکند، این چنین میفرماید که بخشنده اول و آخر من هستم، شما چگونه به حسین متوسل میشوید که گناهان شما را ببخشد، یا به امام رضا یا به امامان دیگر؟ لطفاً در این آیه یک کم تدبر و تفکر کنید که ویژگی انسان تفکر و تدبر است. نگذات هستم از کردستان. خیلی ازتون ممنونم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از این برادر عزیز کرد.